ظاهردایی کیست؟ اخیراً عبدالظاهردایی استاد دانشگاه کابل از سوی امنیت ملی افغانستان به اتهام فعالیت‌های ضد دولت و داشتن رابطه با گروه تروریستی داعش گرفتار و زندانی شده است. ظاهرندایی یکی از استادان بخش ثقافت اسلامی دانشگاه کابل است که در گفتن سخنان رکیک و دشنام‌آمیز در هنگام سخنرانی معروف است. او که رشته تحصیلش ادبیات عربی است، اما به عنوان یک کارشناس مسائل دینی خود را در بین مردم جا زده است. او عادت دارد که در هنگام ایراد سخنان نصیحت‌آمیز تا سرحد دشنام و خطک حرمت مخاطبانش پیش می رود. ظاهردایی در میان علمای افغانستان کسی است که از اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده تمجید می کند و او را شهید خطاب می کند. یک دفعه کلگی میل از استاد چی میگی؟ حالا که انا استخبارات من بعد گفتم برادر عزیز، آنچه که من عقیده دارم بلند میگم، اسامه ابن لادن رحمت الله علیه مجاهد بود، شهید است. دوست امریکا هر کسی را که شهید بسازه او شهید است. عبدالظاهردایی و مولوی محمد معروف راسخ در حال زندانی می شود که در آغازین روزهای پخش خبر آمدن داعش به افغانستان ویدیوها و کلیپ‌های مربوط به داعش در یکی از نمازهای جمعه در مسجد مولوی عبیدالله متوکل در ساحه کمپانی کابل توزیع شده بود و ظاهردایی با مولوی متوکل رابطه بسیار نزدیک دارد و با هم بسیار دوست صمیمی‌اند. تنی است که برخی مردم این گرفتاری‌ها از سوی ریاست امنیت ملی را یک کار شکلی و ظاهری تلقی می‌کنند و به این باورند که اینها خودشان کارمندان غیر رسمی امنیت ملی هستند و پشت سر این گرفتاری ها اهداف استخباراتی و امنیتی نهفته است که به این بهانه به گونه به سربازگیری می‌پردازند.